دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 19 نوامبر سال 2025 قرار داریم در نهال خانه من دهه چهارباغ ناحیه ورزاب با شما پیشنهاد میکنیم 18 نمود نهال توکی انگور رو و امسال ما حرکت کردیم نهال توکی انگور رو بسیار کنیم و نرخ رو از 500 و 300 و 200 و 100 سوم و 40 سوم و 50 سوم فروشیم و با راه مخصوص امسال اگروتکنیکی اجرا کرده نهال ها رو تربیت کردیم و ببینید چقدر ریشه های با قوت دارن. ببینید و یک سال یک سال قلمچه‌ای که من در زمین گروندم چقدر غفصی خوششده است. نهال های یک ساله قدش تا 50 سانتی متر 40 50 60 70 هر خیل الکی فروختیم. آدمایی که نهال ها رو خریداری نمودن طاقت کنید یک هفته پس ما زنگ میزنیم بعد آماده میگیرید یا روان میکنیم حالا یک هفته زنگ نزنید روی خط هستید و آدم هایی که خریداری نکردن اعلان میکنیم که با فروش ما شروع کردیم. بسیاری خریدن از هفته دیگر روان کردن بعد طرف ولایت ختلان طرف کلوب منطقه کلوب منطقه قرآن تپه و وخش و دیگر خلخوزا بود دیگر طرف و ولایت سوخت سر میکنیم. همدیران عزیز شما هم میتوانید حتما با تلفن رقمی 988 3059 99 و پسر من مهراج مراجعت کنید و پرداخت کنید و نهال های انگور های بهترین رو دسترس کرده الکی شنانید. الکی وقت شناندن انگور آمده است. بچم چند نمود نهال هستم خیلی انگور این نهال از 18 نمود تقریبا 15 نمود شما است. 3 نمودش تمام شد. بله 15 نمود دیگه درخت داریم. من هم دوران عزیز هر کسی که هر چی تیزتر خریداری کند هم خیلی شوی نغزش رو خریداری میکند خواهد آمده نه همین خانه ما گرفته برد. من هم دوران عزیز این بود یک نوار اویدی تشویقات فروشی نهال توکی انگور. من ریشه‌اش رو ببینید یک تا بردار یک تاشه دو تاش رو بردار. من در علاقیدگی ریشه رو ببینید چقدر ریشه هایی با قوت است. من فکر نمی‌کنم که بسیار آدم‌ها یک ساله نهالشون خیلی ریشه‌اش با قوت باشد. خودش رو ببینید قدش از ریشه‌اش تا قدش 1 متر هست تخمین 80 سانتی متر. اگه من 1 متر هست بیا 80 گویم و جنجال نکند خلق 1 متر نیفتی. همین عزیز هر خلاص از 50 سانتی متر هست 10 سانتی متر پختگیش 10 سانتی متر هست تو 1 متر بیش از 1 متر هم داریم. در پناه خدا باشید مرحمت مراجعت کنید. همین عزیز ما از انا همین زمین نهال های توکر آن کارگری ما کنده است کنده آورده در همینجا زیر خاک کرده شدیم. زمین رو ما خالی کرده شدیم چون که دیگر نهال ها تا روزی 15 و 20 دکبر خدا خواهد وارد همین زمین می شود. سیب و نوک و شفتالو و دیگر چو و کدام زکاس کرده است تا خط کنید. بعد از 15 و 20 دکبر ما در تماس میبریم و با شما روان کردن رو سر میکنیم. همدوران عزیز در پناه خدا باشید. من این مهنتی ما بود مراجعت کنید.